سلام بچه‌ها، خسته نباشید. اومدم چند مورد از مدل موهایی که بهتون میاد و بهتون میگم. بچه‌ها اولین مدل مویی که به آدمای قد کوتاه میاد، کسایی که قداشون کوتاهه سعی کنن همیشه بغل موهاشون رو فید بدن یا کوتاه کنن. اگه دوست ندارن فید بدن، کوتاه جایی که جا داره کوتاه. و مدل مویی که میخوام سشوار کنن و اینا حالت بدن و اینا همیشه پف بدن، به صورت به بالا موهاشون حالت بدن یا پف بدن. با برعکس کسی که قدش بلنده به هیچ وجه نباید موهاشو پف بده یا بالا بده. همیشه سعی کنه به یه طرف چیز کنه که قدش یا بلند دیده نشه. یا این بغل موها رو اصلا به هیچ وجه نه فید ندن. کسی که قد بلند و لاغرن همیشه بغل موها رو سعی کنن. کسایی که میخوان باسکت بزنن باید یه صورت استخونی یا کسایی که فک بزرگی دارن، برای اونا واقعا باسکت مدل خیلی خوبیه. کسایی که با صورت گردی دارن و اینا اصلا بهشون نمیاد، نزنید. ما برای کسایی که بینی‌های بزرگ و کشیده‌ای دارن سعی کنن همیشه سیبیل بذارن. یه سیبیل بذارن بینیشون رو میپوشونه، زیاد بزرگ دیده نمیشه. و کسایی که گوشای برجسته یا بزرگی دارن، کسایی که گوشای بزرگ و برجسته دارن، دور موهاشون اصلا فید ندن، به هیچ وجه فید ندن، کوتاه نکنن.